بعد از کشته شدن چند قربانی دیگه توسط بیجه، با تزریق سیانور، خفه کردن، ضرب و جرب با چاقو و سوزاندن اجساد، ناپدید شدن کودکان نگرانی گسترده‌ای رو به وجود آورد. ماموران با پیگیری به علی غلامپور همدست بیجه رسیدند. اون بعد از بازجویی مشخصات بیجه رو به پلیس داد و بیجه بعد از 200 ساعت بازجویی به تعرضات و قتل‌ها اعتراف کرد. اما کارآگاهان در بررسی پرونده بیجه متوجه کودکی بسیار سخت اون شدند. بیجه که در 4 سالگی مادرش را از دست داده بود، در اعترافاتش از فقر، شکنجه شدید توسط پدر و نامادریش، 3 بار تجربه تعرض به خودش توسط آشنایان و تجربه خودکشی ناموفق میگفت. اون در تمام جلسات دادگاه تکرار میکرد که من کودکانی رو میکشتم که سرنوشتشون شبیه کودکی خودم بود. من اونها رو میکشتم تا عذاب نکشن. طی جلسات دادگاه ابراز پشیمونی شرمی در چهره‌اش دیده نمیشد و میگفت اگر دستگیر نمیشدم باز هم ادامه میدادم.